ستارگان به نفع ما نیستند، ز بهرام و زهره است ما را گزند. نشاید گذشتن ز چرخ بلند، همان تیر و کیوان برابر شده است. عطارد به برج دو پیکر شده است. چنین است و کاری بزرگ است پیش، همی سیر گردد دل از جان خیش. چه آگاه گشتم از این راه چرخ، که ما را از او نیست جز رنج برخ. بر ایرانیان زار و گریان شدم، ز ساسانیان نیز بریان شدم. دریغ سر و تاج و اورنگ و تخت، دریغ بزرگی و اون فر و بخت. که از این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر بر زیان. که البته معنی ابیات درخشان استاد طوسی کاملا آشکار است. رستم به برادر خود نوشته است که من هرچی نگاه میکنم اوضاع و احوال سپهر رو علیه خود میبینم و افسوس و دریغ میخورد بر شکست ساسانیان و سقوط ایرانیان. و در ادامه میگوید که از این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر بر زیان. بر این سالیان 400 بگذرد، که از این تخمه گیتی کسی نسپرد. و هر صورت این ابیات زیبا رو که با تأسف بسیار استاد طوسی آورده است، اینها در تاریخ ها هم به وجهی دیگر آمده است و واقعا انسان از خواندن آن دچار تأسف می شود. اما به هر صورت این یک واقعیتی تاریخی بوده است که ایرانیان در مقابل اعراب در اون جنگ قادسیه با احساس ضعف وارد شدند. البته بعض مفسرین این نامه که خدمت شما بخشش رو خواندم و بخش دیگر هم خواهم خواند، و آن است که چون ایرانیان به لحاظ مدنیت بسی برتر از اعراب بودند و این شکست، واقعا این شکست بسیار دردناک بر آنها تحمیل شد، خواستند بگویند که تقصیر از ما نبود، گناه از ما نبود، بلکه گردش سپهر علیه ما بود و این داستانها را آوردند. در بخش دیگری از همین نامه رستم فرخزاد یا رستم فرخ هرمزد یک ابیاتی هست که به مثابه پیشبینی اوضاع ایران هست و البته کسانی که در کار شاهنامه تحقیقات مفصل کردند میگویند این نامه و به خصوص این بخش این نامه که خدمت شما قرائت میکنم، میگویند اینها رو در قرن 4 به وجود آوردن و در حقیقت در اختیار استاد طوسی قرار گرفته است. گروهی هم میگویند این نامه اصیل است. در این نامه رستم پیش بینی میکند اوضاع ایران رو بعد از پیروزی عرب و نشان میدهد که به چه تباهی و بیچارگی ایرانیان خواهند افتاد. میگوید چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود. تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز. نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر، ز اختر همه تازیان راست بر. که البته معنی اون معلوم هست. میگوید تبه گردد این رنج های دراز، یعنی اون رنجی که ملت ایران برای ساختن این کشور آباد بردن همه از میان خواهد رفت. و نشیبی دراز است پیش فراز، یعنی این سربلندی که ما داریم و این اوجی که در مدنیت ماست یک انحطاط دراز مدتی در پیش دارد. میگوید چو روز اندر آید به روز دراز، شودشان سر از خواسته بی نیاز. بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیبا نهند از بر سر کلاه. نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه زرین درفش. برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد. شب آید یکی چشم رخشان کند، نهفته کسی را خروشان کند. بعد می‌فرماید ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی گرامی شود کژی و کاستی. پیاده شود مردم رزم جوی، سواران که لاف آرد و گفتگوی. کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد و بزرگی نیاید ببر.
رباید همی این از آن از این، ز نفرین ندانند باز آفرین. نهانی بتر ز آشکارا شود، دل مردمان سنگ خارا شود. بداندیش گردد پدر بر پسر، پسر همچنین بر پدر چارگر. شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. به گیتی نماند کسی را وفا، روان و زبانها شود پر جفا. ز ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان. نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. همه گنج ها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند. چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که رامش به هنگام بهرام گور. نه جشن و نه رامش نه گوهر نه کام، به کوشش ز هر گونه سازند دام. زیان کسان از پی سود خویش، بجویند و دین اندر آرند پیش. نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام رامش نوید. ز پیشی و بیشی ندارند هوش، خورش نان کشکین و پشمین پوش. چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. بریزند خون از پی خواسته، شود روزگار بد آراسته. سر بیگناهان پی کام خویش، ببرند و دین اندر آرند پیش. بزرگان که در قادسی با منند، درشتند و با تازیان دشمنند. گمانند کین بیشه پرخون شود، ز دشمن زمین رود جیحون شود. فزون برنامه‌ای که خدمت شما قرائت کردم که رستم به برادر خود نوشته و در آن پیشبینی آینده ایران کرده، یک نامه هم البته در دست هست که رستم به سعد بن ابی وقاص سردار عرب نوشته و چند ابیات آن البته بسیار بسیار مشهور هست. من این چند بیت رو هم از شاهنامه فردوسی خدمت شما قرائت میکنم و اینها از قول رستم هست به سعد وقاص، البته از قول فردوسی نیست، چرا که اینها رو به گاه اوقات به فردوسی منتسب میکنند و میگویند مقصود استاد در اینجا اشاره نژادی بوده است که البته چنین نیست. مطالبی که آمده است این حقیقت است. میگوید فرستاده نیست چون برق و رعد، فرستاد از این سو به نزدیک سعد. یکی نامه‌ای بر حریر سفید، نوشتند پر بیم و چندی امید. سوی سعد وقاص جوینده جنگ، پر از رای و پردانش و پردرنگ. و هر صورت نامه ادامه دارد، از خدا نام برده و توصیفات بسیاری داده و در اونجا میگوید به من بازگویین که شاه تو کیست، چه مردی و آیین راه تو چیست. به نزد که جویی همی دستگاه، برهنه سپهبد برهنه سپاه. به نانی تو سیری و هم گرسنه، نه پیل و نه تخت و نه بار و بنه. به ایران تو را زندگانی بس است، که تاج و نگین بهر دیگر کس است. که با پیل و فر است و با باج و گاه، پدر بر پدر نام بردار شاه. به دیدار او در فلک ماه نیست، به بالای او تخت را شاه نیست. که اینها البته در توصیف یزدگرد است و در ادامه می نویسد هر آنگه که برگاه خندان شود، گشاده لب و سیم دندان شود.
ببخشد بهای سر تازیان، که گنجش نگیرد ز بخشش زیان. سگ و یوز و بازش 10,000 که با رنگ زرند و با گوشوار. که به زبان ساده البته تحقیر کرده است رستم اعراب رو، میگوید شما به یک نان سیر هستین و گرسنه، اما پادشاه ما وقتی که بر تخت نشسته است و خوشحال هست میتواند بهای سر اعراب رو ببخشد و در تشکیلات او 12,000 فقط سگ و یوز و باز دارد که اینها با گوشوارهای طلا و با رنگ زرند. یعنی در واقع اینجا توصیف میدهد که با آلات زر به قول معروف این سگان و یوزان رو اونها رو در حقیقت آرایش کردند. بعد می نویسد ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جای رسیده است کار، که تخت عجم را کند آرزوی. تفو بر تو ای چرخ گردون تفو، شما را بدیده درون شرم نیست. ز راه خرد مهر و آزرم نیست، بدین چهر و این مهر و این راه و خوی، همی تاج و تخت آیدت آرزوی. به هر روی وقتی رستم فرخزاد نتیجه نگرفت از این در حقیقت حرکات دیپلماتیک، مجبور به جنگ شد و جنگ قادسیه در گرفت. در واقع جنگ قادسیه در یک روز نبود و در 4 روز انجام شد. اعراب معمولا جنگ رو به نام محل میگفتن و وقتی فرض فرمایید که جنگی در میگرفت در مثلا یک محلی به نام قادسیه، اون رو روز قادسیه میگفتن یوم القادسیه. و این 4 روزی که هست، روز ارماس هست که روز اول بود، و اقواس که دومین روز بود، و اماس که روز سومین بود، و در روز 4 نبرد قادسیه است که یوم القادسیه در تاریخ عرب آمده است. و شب قادسیه رو لیلة الحریر گفتند، یعنی آوایی که از گلوی مردان جنگی برمیخواست به واسطه خستگی و تشنگی دیگر شباهتی به صدای انسان نداشت و فی الواقع به صدای حیوانات شبیه شده بود. به همین دلیل هم لیلة الحریر گفته شدند. به هر صورت آمده است که در سپاهیان ایران فیلان جنگی بسیار بودند و اعراب البته فیل ندیده بودند و این فیل‌های برگستواندار بودند و پشت سر آن سواران سنگین اسلحه و کمانداران، و به وجهی وارد پیکار عرب شد سپاه ایران که با سپاهیان روم برخورد می‌کرد. به هر صورت سپاهیان عرب از پیلان ایرانی دچار وحشت شدند و مشهور است که دستور داد سپهسالار عرب که با شمشیر خرطوم فیل‌ها رو هدف قرار بدهند و وقتی که فیل‌ها مواجه با ضربت شمشیر اعراب شدند و خرطوم آنها قطع شد، اینها بازگشتند و آرایش جنگی سپاه ایران رو اون فیل‌های جنگی برهم زدند. بلعمی از قول طبری می نویسد و چون حرب نو بساختند و عجم صبر کردند تا روز گرم شد، بادی برخاست از سوی مغرب و بر روی عجم زد، چنون که یکدیگر را ندیدند. و رستم تخت خیش بر لب رود نهاده بود و استران را درم و دینار بار کرده، که معنی آن این است که روز گرم شده بود و رستم این ثروتی که به همراه داشت که حقوق سپاهیان رو بدهد بار کرده بودند بر روی یک استری و تختی زده بودند و رستم اونجا بود و میگوید بر سر رستم ستاره ای زده بودند، که منظور البته چتر است که او را همی سایه داشت، یعنی اون چتر بر سر رستم سایه انداخته بود. باد برآمد و اون ستاره برداشت و به آب افکند، که البته معنی اون معلوم است. و میگوید آفتاب سخت گرم شد و رستم از تخت زرین برخاست و به زیر پای استران اندر شد و به سایه استران اندر همی بود و عرب خیشتن را به قلب اندر افکندند. این نثر 1000 و اندی سال پیش است.
قلم بلعمی در ترجمه تاریخ طبری که توضیح داد که چگونه رستم به زیر چتری نشسته بود در حالی که سپاهیان در حال نبرد بودند و توضیح میداد که مردی از عرب به نام هلال ابن علفه بدان استران رسید، دانست که اون دینار است و درم، شمشیر بزد و رسن استر ببرید و یک تنگ دینار از پشت استر بیفتاد و بر پشت رستم آمد و استخوان پشت رستم بشکست. از درد خیشتن را به آب اندر افکند و هلال بدانست که او رستم است. پای وی بگرفت و از آب بیرون کشید و سرش ببرید و بر سر نیزه کرد و بر تخت شد و بانگ کرد و گفت رستم را کشتم و مسلمانان تکبیر کردند. پس چون سپاه عجم سر رستم بدیدند هزیمت شدند. که البته زبان پارسی بسیار موجز و زیبایی است. خلاصه اون که میگوید این هلال ابن علفه وقتی آمد و دید رستم در سایه اون شتر نشسته یا خوابیده، شمشیر زد و بند اون تنگ دینار که کوزه های بزرگی بوده است که در آن طلا بوده است افتاد و بر پشت رستم فرخزاد افتاد و پشت او شکست و میگوید و از درد خود را به آب انداخت و اون عرب رفت و سر رستم رو برید و بر سر نیزه کرد و به عربان فریاد زد که من همکنون رستم را کشتم. یکی از ویژگی های جنگ های عرب این بود است که وقتی کسی به سرداری سپاه معلوم می شد او می آمد و پیش از شروع جنگ البته نماز می خواند و به سپاهیان خود می گفت اگر من کشته شدم فلان ابن فلان و اگر او کشته شد فلان ابن فلان و خلاصه گاهی اوقات 5 یا 6 نایب برای خود معلوم می کرد که در صورت کشته شدن دیگران مسئولیت فرماندهی لشکر رو به عهده بگیرن. اما در میان ایرانیان متاسفانه چنین نبود و به محض اینکه سپهسالار کل کشته میشد بقیه سپاه معمولا روی به فرار می نهادند. و در ادامه کشته شدن رستم فرخزاد بلعمی می نویسد میگه که میگوید که و وقتی که اعلام کرد که من رستم رو کشتم و الله اکبر کرد و هلال سر رستم پیش سعد برد و گفت هرچه بر تن رستم پیرایه است مرا بخشیدی؟ گفت بخشیدم. بیامد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت و بر میانش حامیانی یافت 1000 دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. قیمت اون کمر 70,000 درم بود. همه برگرفت که نشان میداد که اعراب در حقیقت برای چه جنگ میکردن. بالواقع بعد از شکست قادسیه که البته میگویند قریب 100,000 کشته داشت که البته این اندکی ممکن است اغراق باشد، راه اعراب به سوی مدائن باز شد که البته مدائن یک واژه عرب است. مدائن جمع مدینه است به معنای شهر و این که اون رو به صورت جمع به کار بردن به لحاظ این بود که این منطقه که هنوز خرابه های اون در عراق امروزین هست و ما طاق کسرا میگوییم چندین شهر در هم بود و به زیبایی ممتاز بود. ساختمان‌های عالی، مرغزارهای زیبا و فروشگاه‌های متعدد و مدارس و کتابخانه‌ها و بخش سمت چپ آن یعنی بخش غربی آن رو سلوکیه میگفتن و بخش سمت راست آن رو فی الواقع تیسفون میگفتن اما بعدها اعراب آن رو مدائن گفتن. باری ما مجبور هستیم مطلب رو مختصر کنیم و اون این که بس از شکست قادسیه راه سپاهیان عرب به پایتخت ایران مدائن گشوده شد و البته پیش از رسیدن سپاهیان عرب شهریار ایران یزدگرد از اونجا رفته بود و مشهور است وقتی سپاهیان عرب به مدائن رسیدند دچار حیرت شدند و سعد در اونجا 8 رکعت نماز کرد و طبری میگوید وقتی که سعد سپاه را گرد کرد و بدان ایوان فرود آمد و خود به ایوان اندر نشست و 8 رکعت نماز کرد و بعد البته میزان غنایمی که در اونجا هست و عظمت آن سبب شگفتی عرب شد. میگوید به کوشک کسرا فرود آمد و چندان خانه ها دید که عدد آن کس ندانست مگر خدای عزوجل. و البته از میان غنایمی که اعراب بردن و همواره مورد تأسف ایرانیان هست فرش بهار خسروست
که در تالار بزرگ بوده است و در آن انواع جواهرها بوده که وقتی زمستان در آنجا می نشستن و نگاه می کردن به این فرش گویی بهار است. و این یک داستان بسیار مشهوری است که این فرش را البته پاره کردن اعرابان و تقسیم کردن و فروختن. به هر صورت در توضیح غنایم مدائن توضیحات بسیاری در تاریخ ها آمده است و میگویند قعقاع به پل نهروان یک اشتر یافت و بر وی صندوقی و اندر وی پیراهن کسری بود از مروارید بافته و به میان هر مروارید یاقوتی سرخ و دیگر جامه های زربفت و تاج کسری یافتند و انگشتر وی. و این توضیحات واقعا زیبایی که بلعمی کرده است اما بسیار برای ما حزن‌انگیز است. و در ادامه می نویسد و نیز اندر خزینه سلاح یکی عیبه یافتند دیبای زربفت اندران سلاح کسری بود از مروارید بافته و زرین و خود و ساقین و ساعدین همه زرین و 6 زره سلیمانی و 9 شمشیر گرانمایه و آن را همچنان سوی عمر فرستادند. و از آن چیزها نیز آن بود که اندر خزینه اسبی یافتند زرین و بر وی زینی سیمین و گوهرها اندر وی نشانده سرخ و یک اشتر یافتند سیمین و مرو را بچه ای زرین آنان را نیز بفرستادند. که البته توضیحات بلعمی بسیار بسیار واضح است و میگوید و دیگر از اون چیزها آن بود که اندر خزینه فرشی بود، همون فرش بهار خسرو یا بهارستان خدمت عرض کردم، یک بساط 300 رش بالا اندر 60 رش پهنا و آن را فرش زمستانی خواندندی. ملکان عجم اندر زمستان باز کردندی و بر وی نشستندی. بدون وقت اندر جهان سبز و شکوفه نماندی و بر لبه های آن بر کرانه گرداگرد به زمرد سبز بافته بود. چون بنگریستندی پنداشتندی که کشتزاری است. به هر صورت اینها مطالبی است که در همه تاریخ ها آمده است و فتح بدائن البته به ماه صفر بوده است از سال 16 از هجرت. و از مطالب بسیار جالب مربوط به جنگ قادسیه این است که یکی از کسانی که اعراب رو رهبری میکرد سلمان پارسی، شخصیت مشهور ایرانی است که پیشاپیش سپاه عرب حرکت میکرد و قطعا میشود تصور کرد که به همراه او ایرانیان دیگر بودند که مسلمان شده بودند و ایرانیان رو به تسلیم فرا میخواندند. و این یکی از داستان‌های بسیار شگفت تاریخ است. البته شخصیت این سلمان پارسی همواره در حالی از ابهام فرو رفته و تحقیق عاقبت کار او البته معلوم نیست، اما آنچه مسلم است بعد از فتح مدائن آمدند و این مد رو به شهرداری یا حکومت مدائن از سوی عمر گماشتند. در سالن اصلی طاق کسری که تا چند سال پیش بر جای بود یک قلابی بود که تاج کسری را می‌آویختند و پادشاهان ساسانی در حقیقت وقتی بر تخت می‌نشستند این تاج عظیم بر بالای سر آنها آویخته بود. عربان اون تاج را هم گرفتند و پیش عمر فرستادند و عمر او رو در حقیقت مسجد آویخت و اون قلابی که اون تاج به آن آویخته بود تا قریباً 35 سال پیش بر آن سخت بود که معلوم نشد چه کسی اون قلاب رو البته برداشته و برده است. اون چه از ایوان مدائن بر جای مونده و موضوع یکی از شاهکارهای شعر پارسی یعنی قصیده ایوان مدائن خاقانی است. البته فقط یک دیواری است و بخش در حقیقت وقتی به تصویرها نگاه بکنیم شاید بشود گفت بخش شمالی آن هنوز برجاست در حالی که بخش جنوبی آن چند سال پیش خراب شده. البته تصویرهایی که اخیراً به دست هست و عکس‌هایی گرفته شده نشان میداد که دولت عراق در صدد تعمیر در حقیقت این بازمانده بسیار بسیار گویای روزگار ساسانی است. به هر صورت وقتی عرب پیروز شده است بر مدائن و در این باب داستان‌های بسیاری هست از نادانی اعراب. یکی اون که میگفتند اعراب چون کافور ندیده بودند گمان میکردند اینها نمک است و اونها رو به دهان میریختند و بعد به بیرون میانداختند. یا یک عرب آمده است و یک
ظرف زرین بزرگ رو برداشته و چون از رنگ طلا دوست نمی داشته یا رنگ نقره رو دوست می داشته، چون تشخیص نمی داده، می گفته از کسی هست که اون سفید رنگ ها را به من بدهد و این زرد رنگ رو از من بگیرد. و در باب جهالت عرب و مطالبی که عرض می کنم در باب نادانی اونها گفتند، اینها مطالب بسیاری است که در تاریخ آمده است، اما بر روی هم می شود گفت این فتح قادسیه که منجر شده است به در حقیقت تسخیر مدائن، بزرگترین فتح اعراب بوده که قلب امپراتوری ساسانی رو تسخیر کرده و غنایم فوق‌العاده‌ای از اونجا بردن. مشهور است عمر بن خطاب وقتی چشمش بر این غنایم افتاد در حقیقت به گریه آمد. وقتی گفتند ای عمر چرا گریه میکنی، زمان شادی است، گفت این مقدار مال و ثروت به دینجا آمده است که میترسم ما به واسطه این اموال و ثروت فاسد شویم. خاقانی شروانی شاعر بزرگ ایران که در قرن 6 هجری از مدائن دیدن کرده، قصیده‌ای پرداخته که از شاهکارهای قصاید زبان فارسی است و ما امروز برای حسن ختام قصیده ایوان مدائن رو برای شما قرائت میکنم. هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آیینه عبرت دان. یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. خود دجله چنان گرید صد دجله خون گویی، که از گرمی خونابش آتش چکد از مژگان. بینی که لب دجله چون کف به دهان آرد، گویی ز تف آهش لب آبله زد چندان. از آتش حسرت بین بریان جگر دجله، خود آب شنیدستی کآتش کندش بریان. بر دجله گری نو نو و از دیده زکاتش ده، گرچه لب دریا هست از دجله زکاتستان. تا سلسله ایوان بگسست مدائن را، در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان. گه گه به زبان اشک آواز ده ایوان را، تا بو که به گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان. دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنو ز بن دندان. گوید که تو از خاکی ما خاک توییم اکنون، گامی دو سه بر ما نه اشکی دو سه هم بفشان. از نوحه جغد الحق ماییم به درد سر، از دیده گلابی کن درد سر ما بنشان. آری چه عجب داری کاندر چمن گیتی، جغد است پی بلبل نوحه است پی الحان. ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. گویی که نگون کرده است ایوان فلک وش را، حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان. بر دیده من خندی کینجا ز چه می گرید، گریند بر آن دیده کینجا نشود گریان. این است همان ایوان که از نقش رخ مردم خاک در او بودی، دیوار نگارستان. این است همان درگه کورا ز شهان بودی، دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان. این است همان صفه
که از هیبت او بردی بر شیر فلک حمله، شیر تن شادروان. پندار همان عهد است از دیده فکرت بین، در سلسله درگه در کوکبه میدان. از اسب پیاده شو بر نطع زمین نه رخ، زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان. نی نی که چون نعمان بین پیلافکن شاهان را، پیلان شب و روزش کشته به پی دوران. مست است زمین زیرا خورده است به جای می، در کاس سر هرمز خون دل نوشروان. بس پند که بود آنگه در تاج سرش پیدا، 100 پند نو است اکنون در مغز سرش پنهان. کسری و ترنج زر، پرویز و به زرین برباد شده یک سر، با خاک شده یکسان. پرویز به هر بزمی زرین تره آوردی، کردی ز بساط زر زرین تره را بستان. پرویز کنون گم شد زان گم شده کمتر گوی، زرین تره کو برخوان رو کمتر کو برخوان. گفتی که کجا رفتند اون تاجوران، اینک زیشان شکم خاک است آبستن جاویدان. بس دیر همی زاید آبستن خاکاری، دشوار بود زادن نطفه ستدن آسان. خون دل شیرین است اون می که دهد رزبان، زاب و گل پرویز است اون خم که نهد دهقان. چندین تن جباران کین خاک فرو خورده است، این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد زیشان. از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد، این زال سپید ابرو وین مام سیه بستان. از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد، این زال سپید ابرو وین مام سیه پستان. خاقانی از این درگه در یوزه عبرت کن، تا از در تو زین پس در یوزه کند خاقان. امروز گر از سلطان رندی طلبت توشه، فرداز در رندی توشه طلبت سلطان. اخوان که ز ره آیند آرند رهاوردی، اخوان که ز ره آیند آرند رهاوردی. این قطعه رهاوردی است از بحر دل اخوان.